به نام ایران، به نام وطن، به نام آزادی، به نام ماهای خونین دی و بهمن. با درد مردم شروع میکنم، با بغضای توی خیابون، با خونایی که ریختید، با کشتاری که کردید، با فریادهایی که هنوز روی سینه های زخمی زندن. ای سید علی قاتل، ما از پایین شهر می نویسیم، از کوچه هایی که آزادی کم بود ولی کشتار و دار همیشه زیاد. گفتی حامی این فقیران و ضعیفانی، ولی نور چشمامون رو زدی که خاموش شد. تو گفتی اینجا بهشته، ولی هر شب فریاد مادران داغدار از کوچه ها میاد. ما نسل سوخته هستیم، سوخته با آتش و با توم و گلوله، ولی ما نسل ققنوس بلنده شده از خاکستر دی و از خون بهمن. دی آمد با سرکوب، با خیابانهای پر از دود، با شلیک به فریاد. بهمن آمد با کشتار، با مادرانی که نام فرزند رو تو سرد خانه ها فریاد زدن. هرچی بستی، هرچی شکستی، هرچی بریدی از نفسامون، از گلومون صدای فریاد در آمد. نه التماس، نه سکوت، نه فرار. گفتی دشمن ما اسرائیل و آمریکاست، ولی دشمن خود تو ایستاده رو برای مردم، با تفنگی رو به سینه. نامم طولانیه نه، دی و بهمن رو چطور میشه کوتاه نوشت؟ چطور میشه کشتار و قتل عام و تو یک شعر جا داد؟ تو سال هاست گوشات رو بستی، ولی این دفعه گوش دنیا بازه، داره میشنوه اسما رو، خونا رو، بد و رخات رو.